أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش نحو، الحمدلله که ما و شما از کتاب الآجرومیه 7 درس گرفتیم و امروز درس 8 را به سمع شما برادران و دوستان پیشنهاد خواهم گردانید. درس 8 ما و شما تقریبا خلاصه 4 درس آخرمان می باشد که در 4 درس آخر ما و شما گرفتیم که اقسام اعراب 4 هست: یکم رفع، دوم نصب، سیوم خفض، چهارم جزم. پس اینها هر یک کدامش باز علامتهای خودشان را داشتند. اکنون امروز ما و شما همینها را خلاصه اش را میگیریم. میگد فصل. صاحب کتاب الآجرومیه میگوید که فصل درباره چیست؟ المعربات قسمانی، یعنی که معربات به 2 قسم تقسیم می شود: اعراب نظر به آخر کلمه که با حرف است یا با حرکت به 2 قسم تقسیم می شود. یکم قسم یعرب بالحرکات، قسم اولش اعراب کرده می شود با حرکات، یعنی با ضمه، فتحه، کسره، سکون. هر کدامش که با ضمه، فتحه، کسره، سکون اعراب کرده شد آن را میگویند که معربات به حرکت. این قسم یکمش است. و قسم دیومش میگد و قسم یعرب بالحروف، قسم دویومش اعراب کرده می شود به حرفها، یعنی واو یا. پس با اینها اعراب کرده می شوند. یا الف که در سوی گذشته ما و شما علامت های اعراب ده گرفتیم که در بعض صورت واو علامت رفع می شده است، در بعض صورت الف علامت فتح می شده است، علامت نصب، و در بعض صورت یا علامت خفض می شده است، و بعض صورت در حذف علامت سکون می شده است، علامت جزم. اینها را که با تفصیل ما و شما گرفتیم. انا اکنون معربات تقسیم کرد که همون درس 4 درس آخری گرفته ما به 2 قسم تقسیم می شود: یا با حرکت یا که با چی؟ با حرف. انا اکنون قسم اولش رو بیان میکند که میگد فالذی یعرب بالحرکات 4 انواع، یعنی که همان معرباتی که یا همان کلمه هایی که اعراب کرده می شود با حرکات 4 نوع هست، یعنی 4 نمودی کلمه با حرکات اعراب کرده می شود. خوب متوجه باشید. اول الاسم المفرد، یکم اسم مفرد است. اسم مفرد با حرکت اعراب کرده می شود. مثلا میگوی جاء محمدون، دون ببین ضمه حرکت های. جاء محمدون، رأیت محمدن، مررت بمحمدین. ببینید 3 حالتی اعرابی را گرفت، با حرکت گرفت. این را میگن اسم مفرد. اسم مفرد پس حالتهای اعرابیش با حرکت بوده است. و دوم میگه و جمع تکسیری، دوم حالتی که
اعراب کرده می شود با حرکات جمع تکسیر هست. جمع تکسیر مانند اقلام یا مانند کتب. مثلا میگوی که بیع الکتب، بیع الکتب یعنی فروخته شد کتاب ها را. ببینید الکتب آخرش چیه؟ ضمه هست. یا مثلا میگوی که اشتریت الکتب، خریدم کتاب ها رو، اشتریت الکتب. یا مثلا میگوی که استفدت من الکتب، استفدت من الکتب یعنی که فایده گرفتم از کتاب ها. ببینید کتب سه حالت اعراب گرفت: ضمه الکتب، فتحه الکتب، کسره الکتبی. سه حالت اعراب گرفت. چهارمش رو برای چی نمیگیرد؟ ساکن را. به خاطر که ما در بالا گرفته بودیم که اسم ساکن قبول نمیکند. اسم هیچگاه ساکن قبول نمیکند. از این حساب است که اسم سه حرکت های اعرابی رو میگیرد. خب این دویمش بود. سیمش چی است؟ سیمش و جمع المؤنث السالم. سیوم جمع مؤنث سالم هست که با حرکت اعراب کرده می شود. به مانند چی؟ مثالش مثلا که جاءت المسلمات، رأيت المسلمات، مررت بالمسلمات. ببینید جاءت المسلمات ضمه را چکار کرد؟ قبول کرد. سلمت یا مثلا میگوی رأيت المسلمات، رأيت المسلمات. پس المسلماتی حرکت قبول کرد، هرچند نیابتا از فتحه است اینجا، یعنی کسره نایب از جای فتحه است که انشاءالله با تفصیل در این کتاب گراماتیک عرب یعنی در صرف در نحو این را با تفصیل میخونیم حالا در آینده ها. و سیم که علی المسلماتی یا بالمسلماتی کسره را قبول کرد. پس بیاید اعرابش با چی شد؟ با حرکت شد. اعرابش با حرکت شد. این سیمش بدک. چهارم جایی که حرکتش اعراب کرده می شود با حرکت این چی است؟ فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فعل مضارعی که در آخرش یگان چیز پیوست نشده باشد. فعل مضارع در آخرش یگان چیز پیوست شدگی نباشد. وقتی که ما میگیم فعل مضارع در آخرش یگان چیز پیوست نشده باشد یعنی ضمایر پیوست نشده باشد. مثلا میگوی که کتبه یگان چیز پیوست نشد، نه که میگوی کتبه پیوست شد. معذرت میخوام اینجا فعل مضارع است. مثلا یکتبو یگان ضمیر پیوست نشد. یکتبانی میگوی ضمیر پیوست شد. یکتبو نمیگوی ضمیر پیوست شد. تکتبو یگان چیز پیوست نشد در آخرش. تکتبانی ضمیر پیوست شد. پس ببینید، پس اینها وقتی میگیم که فعل مضارعی که در آخرش یگان چیز پیوست نشده باشد یعنی ضمیر پیوست نشده باشد. ضمیر در آخرش پیوست نشده باشد. مانند چی؟ مانند مثلا محمدون یضربو، محمد میزند. ببینید محمدون مبتدا هست در اعراب و یضربو فعل مضارع مرفوع هست. یضربو گفتیم فعل مضارع مرفوع است و علامت رفعش چی است؟ ضمه ظاهره هست. برای چی مرفوع است؟ میگه که برای تجرده لتجرده عن النواصب والجوازم، یعنی که پیش از این کلمه نواصب حرفایی که نصب میکنن یا اسمهایی که نصب میکنن اونها وجود ندارد. معذرت میخوام، حرفایی که نصب میکنن اسم ناصبه نداره، فقط حرفایی که نصب میکند. و دوم جازمه نداریم. جازمه هم اسم میشود هم حرف میشود. پس
پیش از یضربو، مثلا محمد یضربو، نه ناصبه است، نواسب است، حرفای ناصبه، نه جوازم هست، اسم های جازمه یا حرف های جازمه پیش از این وجود ندارد. از این حساب میگیم محمدون یضربو. اگر بگیم که محمدون لم، در این صورت میگیم که یضرب، لم یضرب، آخرش ساکن میشود برای لم در اولش آمد. یا محمدون ان یضرب، در این صورت ان که آمد حالت چیکار میکند؟ آخرش رو نصب میکند. پس فعل مضارعی که در آخرش یگان چیز پیوست نشده باشد معناش همین است که در آخرش ضمایر نباشد، پس اون به حرکت اعراب میشود که میگیم که لم یضربو، معذرت میخوام، محمدون یضربو، یعنی محمد میزند. اکنون میگه که و کلها یعنی همه اینمی چهار چیز گفتیم، اسم مفرد، جمع تکسیر، جمع مؤنث سالم، فعل مضارع که در آخرش یگان چیز پیوست نشده باشد، اینمی چهار چیز در نظر داره. کلها اینمی چهار چیز در نظر داره، یعنی همین چهار چیز ترفع بالضمه، مرفوع می شود با ضمه. چطور مثالش گفتیم؟ و تنصب بالفتحه، و منصوب می شود با فتحه. چطور که مثالشون هم گفتیم، مگر جمعی مؤنث سالم که اینها چی نمی شوند؟ با فتحه نمی شوند، نایب از جای فتحه کسره می شود. و تخفض بالکسرتی، و میگد همه اینها مخفوض می شود، یعنی مجرور می شود با کسره. کسره می بینی در آخرش، مثلا که علی محمدین یا الکتبی یا المسلماتی، چطور مثالش آوردیم. و تجزم بالسکونی، و جزم می شود با سکون، چطور که مثالی نام آوردیم که لم یضرب، جزم شد با چی؟ با سکون. یا مثلا لن یضربا، یا که ان یضربا منصوب شد با چی؟ فتحه. محمد یضربو مرفوع شد با چی؟ با ضمه. پس اینها را ببینید همه اینها با حرکت بود، همه اینها با حرکت بود. انا اکنون در اینجا چی میگد؟ میگد که و خرج عن ذلك ثلاثه اشیاء، از همین چیز ذکر کردگیمون میگه سه چیز بیرون میکنیم. سه چیز بیرون شد. یکمش جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، جمع مؤنث سالم منصوب میشود، علامت نصبش کسره نیابتا عن الچه فتحه است. چرا که در بالا ذکرش کردیم که مثلا میگیم که رأیت المسلماتی، نمیگم المسلماتا، زیرا که جمع مؤنث سالم فتحه را قبول نمیکند، میگم رأیت المسلماتی. انا همین را گفتم که جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، یعنی منصوب میشود لیکن علامت نصبش چیه؟ کسره هست، فقط جمع مؤنث سالم. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحه. انا اکنون در اینجا با یک فایده دیگر ذکر میکند، میگه که اسمی که لا ینصرف، منصرف نمی شود، یعنی تنوین قبول نمی کنند. درس‌های گذشته با تفصیل درباره منصرف و غیر منصرف صحبت کرده بودیم. میگه که اسمی که منصرف نمی شود یخفض بالفتحه، مخفوض می شود با فتحه. مثلا که میگوی رایتو، مثلا میگوی جاء احمدو، احمد آمد، مرفوع شد، علامت رفعش چیه؟ ضمه ظاهره، دیدی ضمه با حرکته. یا مثلا میگوی رأیتو احمده، فتحه، دیدی. اما میگیم که مررتو به احمده، به احمدی نمیگیم، به احمده. برای چی؟ بخاطر اینکه غیر منصرفه. اسم غیر منصرف علامت جرش فتحه می باشد، برعکسی جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم ببینید فتحه را قبول نمی کند، المسلماتو المسلماتی، خلاص. اما اسم غیر منصرف باشد فتحه را قبول میکند، کسره را قبول نمیکند. احمدو احمده، احمدی گفته نمیتونیم،
غلط است. اینا میگن اسمی غیر منصرف. این دویم حالت بود. گفت سه چیز از این همین در بالا ذکر کردگی برور. یکمش جمع مؤنث سالم، دویمش اسمی که غیر منصرف است، سوم چی است؟ والفعل المضارع المعتل الاخری یجزم بحذف آخره. ببینید چی میگه؟ میگه که و فعل مضارعی که معتل الاخر هست. معتل الاخر در کتاب بدان ما شما خوانده بودیم که معتل همون قسم کلمه رو میگویند که معتل چند قسم میشود، اما در وقت علم نحو در ما معتل میگیم فقط ناقص در نظر داریم و خلاص. از این حساب است که فرق است بین معتل که عالمای نحو میگن، بین معتل که عالمای صرف میگن، بین اینها فرق است. وقتی که عالمای صرف بگن معتل، هر کلمه که حرف علت دارد، فرق ندارد در اولی کلمه یا در بین کلمه یا در آخری کلمه، حرف علت داشته باشد اون را معتل میگن. مثلا که وجده در نزد علمای صرف معتل، نه که در نزد علمای نحو معتل نیست. یا مثلا قاله در نزد علمای نحو معتل، معذرت میخوام در نزد علمای صرف، در نزد علمای صرف معتل است، اما در نزد علمای نحو معتل نیست. و رما هم در نزد علمای نحو و هم در نزد علمای صرف معتل است. ببینید فرقیت بین علم صرف و نحو. معتل وقتی علم صرف در بگن چی را در نظر دارد، علم نحو در بگن چی را. در علم نحو معتل همون کلمه را میگن که آخرش حرف علت، یعنی در علم صرف خونده بودیم که ناقص، پس انا همون ناقصی که در علم صرف خوندیم علم نحو در همون را معتل میگن. اما اون اجوف، مثال، اینها را در نزد علم نحو معتلش نمیگن. اما لفیف مقرون و مفروقی که در علم صرف خونده بودیم اونها را همچنین در نزد علم نحو معتلش میگن. برای چی؟ به خاطر اینکه آخرش در حرف علت هست. یعنی که پس از اون چیزی که در علم صرف خوندیم ناقص، لفیف، ملتوی، انا همین سه کلمه در نزد علم نحو معتل است. اما مثال و اجوف که در اول کلمه حرف علت باشد یا دوم حرف کلمه حرف علت باشد اون در نزد علمای نحو معتل نمی باشد. از این حساب میگه که والفعل المضارع المعتل الاخری، یعنی فعل مضارعی که معتل الاخر باشد، یعنی که آخرش حرف علت داشته باشد، یجزم بحذف آخره، مجزوم میشود به حذف آخرش. آخرش حذف میکنیم، همون حرف علت او دلیت میکنیم، ای بین میبریم. مانند چی؟ مانند مثلا که رما یرمی، یعنی که میپرتاید. ببینید یرمی بیان نوشته میشه، آخرش در یا یرمی. اما اگر در اولش لم بدروریم لم جزم میکند، میگم لم یرمی، انا یا آخرش حذف میکنیم، میگم لم یرمی، میم کسره داره خلاص یا رو حذف کردیم. اگر لن بیاریم، ناصبه را بیاریم، میگم لن یرمی. همچنین لن یرمیه، معذرت میخوام، در حالت نصب حذف نمیشه، فقط در حالت جزم حذف میشود خلاص. در حالت جزم معتل حذف میشود. خب والفعل المضارع المعتل الاخری یجزم بحذف آخره، جزم کرده میشود به حذف آخرش، آخرش حذف میکنیم. انا حرف علت حذف میکنیم، پس علامت جزمش حذف یعنی همون حرف علت میباشد. پس این هست درس امروزه ما و شما، درس 8 از کتاب الآجرومیه. و میخواستم این موضوع را تا به آخر قسم دومی معرباتی که با حرف اعراب میشود اون را میخواستم بگیرم، اما متاسفانه وقت درس من طولانی شد، به همین این درس را به پایان میرسونیم و تا درس نهم یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.